سلام دوستای عزیزم، من تیام هستم و امروز میخوایم کیک موز و گردو رو با هم تست کنیم. این رسیپی از کانال سین مومنت برداشته شده که من آیدیش رو براتون میذارم. اول که آرد و بیکینگ پودر رو الک کردم و مقدارش رو توی کپشن براتون نوشتم. تخم مرغا رو هم میزنیم و یادتون باشه هر تخم مرغ رو 30 ثانیه هم بزنید و بعد تخم مرغ بعدی رو اضافه بکنید، همینطور که من دارم انجام میدم. وانیل و شکر رو اضافه میکنیم و باز هم میزنیم تا وقتی که کرمی و کشدار بشه. موز رو پوره میکنیم. میتونید شما مقدار موزش رو تغییر بدید، ولی هر چقدر بیشتر خوشمزه تر. بعد از اینکه موز رو پوره کردیم به مواد ترمون اضافهش میکنیم. آرد و بیکینگ پودر رو هم اضافه میکنیم تا وقتی که موادمون نه خیلی سفت باشه و نه خیلی شل باشه. با لیسک خیلی آروم در یک جهت به حالت دورانی هم بزنیم. نوبت اضافه کردن گردوهاست. شما میتونید بیشتر گردو بزنید چون خوشمزه تر میشه. کاغذ روغنی رو میتونید بندازید کف قالب کمربندیتون. حالا شما یکم خوشگل‌تر برشش بزنید و مواد رو بریزید کف قالب. وقتی که ریختید حتما با قالب چند ضربه آروم به کابینت بزنید، باعث میشه حباباش بره. اینم از نتیجه خیلی خوشمزه‌مون. دوستای عزیزم، من حرفم آشپزی نیست و فقط رسیپی‌های مختلف رو تست میکنم. این رسیپی از کانال ساناز برداشته شده که براتون آیدیش رو میذارم و من واقعا از طعم این کیک راضی بودم و از 10 بهش نمره 8 میدم چون واقعا به نظرم خیلی عالی بود. راستی اگر دوست داشتین رسیپی رو تست کنم برام بفرستین که دفعه بعدی انجام بدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی ازتون.